آیا یگان گپ شده است؟ خواهرم و برای چی تو گیره میکنی؟ من همسایه رو برای نیلگون یا سومن میباشم. او گپ زنید؟ برای چی گپ نمیزنید؟ بچه ها خواهش میکنم خوب فکر کنید. این امکان دیگر تکرار نخواهد شد. اونا خودشون به خانه شما آمدند. چیزی که گویید میکنند. چی خواهشی داشته باشید عملی میکنند. اکا شما چی ها میگویید؟ از راستی نفهمیدم. در این حالت برای چی لازم هستید؟ شما چه خیلی انسان هستید. با بیرون برایید. من میخوام با فرزندانم در تنهایی صحبت کنم. نیلگون وقتی احمقی نیست. اگر آن زن مجبور نمی بود با ما اینطور معامله نرم میکرد، از کجا میدانی که بعد گرفتن گرده به ما نگاه میکنن یا نه؟ آیا این حادثه گذشته را فراموش میکنند؟ التماس با بیرون برایید. جوانها التماس حداقل این دفعه مادرتان را گوش نکنید. قادر عقلت را به کار درآر. اکا با بیرون برایید گفتم. فهمیدم. گذر اینجا بشین. بیا خواهرم اینجا بشین. یاسومن تو چیکار میکنی؟ ناراحت نکن. این حکیم آنها خود حالا در حالت ناگوار هستند. من همین رو میگویم. چی شده باشه اگر از دستمان یاری دادن بیاید یاری دیم. اینها چیزی نمیگویند. توبه بس کن. رو من این رو بگیر. من اگر با شما یگان حادثه شود من زندگی کرده نمیتوانم. هیچگاه خودم رو بخشیده نمیتوانم. وقتی حیات یک انسان با من وابسته باشد من آرامش نمیتوانم. آخر شما ما رو این خیلی تربیت نکرده اید. میدونم دخترم راست میگویی. برای مرد من هم غمگین شدم، ولی کاش که من گردم رو داده میتوانستم. من چطور به شما روا بینم؟ گوش کنید، شما از کمال ذره قرضدار نیستید. شما به همه دشواری به خاطر من صبر کردید. خاموشی مرا دیده خاموش ایستادید. وزنینی انتخابی مرا کشیدید. شما چی گناه دارید مادر؟ اگر در وقتش جناب کمال شما را انتخاب نموده و این خیل ترک نمی کرد چنین وزنینی را نمی دیدید. به حرمت خدا خود را گناهکار کردن را بس کنید. تا امروز از سرگذرانده هایتان کافی است. از این زیادش را کسی حق خواهش کردن را ندارد. از روی جواب شما کسی شما را گناهکار کردن نمیتواند. اگر لازم باشد من خودم برآمده میگویم که فرزندان من چنین مسئله را هرگز به دوش نمیگیرند. به شما کسی برای چیزی گفتن حق ندارد. التماس. برابر شنیدن این حادثه سخت غمگین شدم خانم سوزان. یزنه جناب کمال، ما با شنیدن این خبر سراسیمه‌وار برابر آمدیم. دلمان از تپش ماند. خانم سوزان، من با جوانان صحبت کردم. این وظیفه انسانی است. البته مسئولیت حس میکنند. آنها بچه‌های خوبند. چیزی از دستشان آید میکنند. شما خواطر نشوید. آخر مرد هم جان من میباشد. فاضل بس کن.
фарзандонам ҳозир омода мешаванд. ман ҳам меравам, онҳоро танҳо намегузорам. خانم نیلگون تشکر. خوب، من در بهترین مهمانخانه استانبول حجره سپارش میدهم. تا تمام شدن سنجش در آنجا استراحت میکنید. لازم نیست. نه، اینه که شما رو با چیزی عوض کردن نمیتوانم. اینطور باشد من هم میروم. آنها میخواهند که تقایشون در برشون باشد. هزارها تشکر. رضا، روزنامه نگارها هستند. از در قفا میدارن. خواطر نشوید جناب کمال، من خودم حل میکنم. روزنامه نگار بوده